اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. کار بازسازی پارک شهر نو کابل از سوی ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء آغاز شد. دفتر معاونت اقتصادی می گوید این پارک در مساحت 9.9 هکتار زمین به هزینه 1.2 میلیارد افغانی در 3 سال بازسازی می شود. سرپرست وزارت امور داخله در جریان سفرش به ولایت لغمان با علما، بزرگان قومی و متنفذین آن ولایت دیدار کرد. خلیفه سراج الدین حقانی در این دیدار گفت اطاعت از حکم عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله فضیلت بزرگ است. آقای حقانی افزود ریشه وحدتمان در اسلام است. قسمی که دیروز ایمان و دین خویش را با وحدت حفظ نموده بودیم، امروز همچنان همان وحدت را به معنای واقعی آن در میان ملت عملی خواهیم کرد. سردار احمد شکیب سفیر افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام انفجار به هواداران این حزب را تسلیت گفت. مسئولین اکادمی علوم در پروگرام حسابدهی دولت به ملت گفتند سال گذشته این اداره 33 کتاب و بیشتر از 200 مقاله علمی را چاپ نموده است. کار بازسازی 6 آبده تاریخی در ولایت غزنی از سوی مولوی عتیق الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شد. بازسازی این آبده ها نزدیک به 4 میلیون افغانی هزینه دارد. از 100 تن داوطلب برای 60 بسته امانت‌های دعوت و ارشاد نهادهای تحصیلی خصوصی وزارت تحصیلات عالی امتحان عرض گردید. کار ساخت 1 کیلومتر سرک در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به هزینه 7 میلیون افغانی آغاز شد.